سلام بچه ها، امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری توی بازی کلاد بتونید ماشین رایگان ببرید. اول ماشینی که دارید رو انتخاب میزنید، میرید ماشینی که میخواید. مثلا من پژو 405 رو میخوام. ببینید اینو من نخریدم، ببینید پول میخواد. میان اینجا از اول ماشین خود رو این پژو 405 رو انتخاب، این بغل انتخاب رو با هم میزنید. نشد از اول. خب به همین راحتی. ببینید پول میخواد ولی من راحت گرفتمش. همه چی میتونین بگیرین. ببین من میرم حتی توش. ببینید شما ببینید به همین راحت. خب بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.